دادگاه عالی تاجیکستان روز هفتم ینور مرافعه پرونده پرسر و صدای کشتار ساکن 21 ساله دهه یشم نویه رشت علیرضا خدایارف را به پایان آورد. قاضی پرونده سفربیک غلامزاده، ظفرجان نصرالدین و عظیموف عبدالله دو ساکن دهه یشم را در قتل عمدیه‌شان علیرضا خدایارف گناهکار شناخته ظفرجان نصرالدین را به 19 سال و عبدالله عظیموف را به 17 سال زندان نظامش سنگین محکوم کرد. بلاگنویس جنیدالله خدایارف امک علیرضا خدایارف که هر روز از جریان مرافعه در صحیفه‌اش در فیسبوک گزارش میداد، با نشر خبر اعلان حکم نهایی نوشت هرچند این حکم برای جنایت انجام داده نامبرده ها سبک است ولی دیگر قانون است و من شخصا راضی هستم از حکم دادگاه، ولی ما خدایارف ناراضگی خود را در آن بیان می‌داریم که در قتل برادرزاده ما علیرضا خدایارف دست کم 6 نفر با شمول فرمایشگر شریک هستند و فعلا 2 نفر به دادگاه کشیده شدند و خلاص. ما برای همه زحمت و تلاش‌ها به مقامات دخلدار دولتی اظهار منتداری خود را بیان می‌نماییم و در ادامه خواهش و طلب داریم که باقی مانده شریکان جنایت را به جوابگری بکشند. یادآور می‌شویم عیبدار کننده دولتی روز 29 دکبر از دادگاه برای ظریفجان نصرالدین و عظیموف عبدالله متناسباً 20 و 19 سال زندان طلب کرده بود. خدایارف میگویند نیمه دوم روز 12 ایول در دهه یشم 6 نفر از اولاد حسینوف و حمیدوف علیرضا خدایارف سال تولدش 2000 دانشجوی سال دوم رشته حقوق دانشکده رشت را هدف حمله و لطکوب قرار دادند. در عین زنوزنی علیرضا خدایارف را به قفس سینه‌اش کار زدند. او را در حالت وزنین به بیمارستان بردند ولی طبیبان نتوانستند این جوان را از مرگ نجات دهند. مقامات ملیسا ابتدا 4 نفر را از اولاد حسینوف و حمیدوف در رابطه با این حادثه دستگیر کردند ولی در نهایت پرونده تنها ظفرجان نصرالدین سال تولدش 2000 که گفته می شود ضربه کرد را به قلب علیرضا خدایارف مسئول زده است و عظیموف عبدالله تا به دادگاه رسید. خدایارف طلب دارند تا همه آنهایی که در حمله به علیرضا اشتراک داشتند به جوابگری کشانده شوند و اما حمیدوف این را رد میکنند و میگویند علیرضا را ظفرجان کشته است و باید فقط او برای این کار به جوابگری کشیده شود. خصومت بین حسینوف و حمیدوف با خدایارف به بعض بر سر یک قطعه زمین آغاز یافته چند سال باز ادامه دارد.